عبارت خودت باش در نگاه اول آرام بخش و نجات بخش به نظر میرسه، شعاری که ما رو دعوت میکنه به رهایی از تظاهر، به آزادی درون، به صداقت با خویشتن. اما اگر با نگاهی عمیق‌تر، روانشناختی‌تر و اجتماعی‌تر به اون نگاه کنیم، متوجه میشیم که این جمله با تمام ظاهر فریبندش میتونه یکی از مخربترین و گمراه کننده ترین توصیه‌های دوران معاصر باشه. در ادامه بهتون به طور مفصل توضیح میدم که چرا. 1. خودت کیه؟ اصلا خود یعنی چی؟ عبارت خودت باش فرض رو بر این میذاره که خود تو یک چیز ثابت، یک جوهره اصیل و کشف نشده در درون توئه. اما واقعیت اینه که خود یک ساختار داینامیک، متغیر و اجتماعی شده است. تو حاصل ترکیب پیچیده‌ای از ژنتیک، خانواده، فرهنگ، تجربه‌های کودکی، ترومای رابطه‌ای، آرزوها و سرکوب‌ها و حتی چیزهایی هستی که هرگز آگاهانه تجربه نکردیش. خود بیشتر شبیه یک پروژه است تا یک چیز حاضر و آماده. خودت باش در عمل یعنی چی؟ خود آزار دیدت، خود افسردت، خود ترسیدت یا خود تنبلت، خود مهاجم یا خود مضطربت. کدوم بخش از این موضوعی که پیچیده رو باید بود؟ اینکه فقط احساساتت رو دنبال کن یا اونجوری که دلت میخواد رفتار کن به معنای خود بودن نیست، بلکه اغلب یعنی تسلیم شدن در برابر بخش‌هایی که نیاز به اصلاح و رشد دارن. 2. خود بودن اغلب یعنی باقی موندن در وضعیت ناسالم. بسیاری از انسان‌ها به دلایل روانی، خانوادگی یا اجتماعی دچار الگوهای رفتاری ناسالم هستند. مثلا فردی که دچار اختلال شخصیت مرزیه ممکنه احساسات شدیدی از خشم، وابستگی و ترس از طرد رو تجربه کنه و به صورت تکانه‌ای رفتار کنه. اگر به چنین فردی بگی خودت باش، در واقع تشویقش کردی که بیماریش رو به عنوان هویت بپذیره و اون رو عادی کنه. خود ما در اغلب موارد نیاز به بازسازی، بازنگری و درمان داره، نه تایید صرف. خود بودن بدون بازتاب نقادانه فقط تثبیت الگوهای آسیبزا. 3. خود بودن بدون آگاهی اجتماعی خطرناک. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که متشکل از دیگرانه. هر رفتار و احساس ما در بستری از روابط و انتظارات اجتماعی شکل می‌گیره. عباراتی مثل من همینم که هستم یا من خود واقعیم اغلب توسط کسایی به کار میره که نمیخوان مسئولیت تغییر خودشون رو بپذیرن. وقتی یک انسان بی توجه به احساسات دیگران خودخواهیش رو خود بودن تعبیر میکنه، در واقع خودش رو در مرکز هستی قرار داده. این خطرناکه چون باعث نادیده گرفتن همدلی، مسئولیت پذیری و رشد جمعی میشه. ما هرگز نمیتونیم کاملا خودمون باشیم بدون اینکه در نظر بگیریم این خود چگونه در روان دیگران نفوذ میکنه و چه تأثیری میذاره. 4. عبارت خودت باش با رشد فردی در تضاده. رشد روانی یعنی عبور از خود اولیه به سمت خود پیچیده تر، خود آگاه تر، بالغ تر. یعنی نبودن آنچه که هستم، بلکه شدن چیزی که میتوانم باشم. خودی که امروز هستی شاید محصول ترس‌ها، دفاع‌ها و سرکوب‌هایی باشه که در دوران کودکی برای بقا به اون نیاز داشتی، اما ادامه همان بودن یعنی ماندن در سطح. انسان سالم روان مدام در حال عبور از خود به خودتره، نه با انکار گذشته بلکه با بازسازی و پالایش آن. 5. تضاد بین خودت باش و مسئولیت‌های بین فردی. بسیاری از نقش‌هایی که در زندگی ایفا می‌کنیم مثل والد، شریک عاطفی، دوست، همکار یا شهروند ایجاب می‌کنه که بخشی از خودمون رو مهار کنیم یا حتی قربانی کنیم. خودت باش در بسیاری از مواقع نوعی فرار از مسئولیت‌های بین فردی. به عنوان مثال ممکنه یک مادر در دوره از زندگیش احساس کنه که دلش میخواد رها بشه، سفر بره، هیچ کس رو نبینه و این میتونه بخشی واقعی و صادقانه از اون باشه. اما اگر به اسم خود بودن همه چیز رو رها کنه، فرزندش آسیب میبینه. اینجاست که پای یک مفهوم مهم در روانشناسی باز میشه: تنش میان اصالت و مسئولیت. 6.
خود بودن یک امتیاز طبقاتی و فرهنگیه. فقط افرادی که در جایگاه خاصی از آزادی، رفاه و امنیت هستن میتونن خود بودن رو تمرین کنن. برای بسیاری از افراد در فرهنگ‌های سنتی، جامعه‌های سرکوبگر یا طبقات فرودست، خود بودن حتی میتونه به قیمت طرد، مجازات و یا حتی انزوای اجتماعی تموم بشه. در نتیجه خودت باش یک شعار لوکس و طبقه محور هم محسوب میشه که برای همه قابل اجرا نیست و گاهی حتی ایجاد احساس بیکفایتی میکنه. من چرا نمیتونم خودم باشم؟ لابد یه مشکلی دارم. در حالی که مشکل در ساختار اجتماعی. 7. خود بودن نیازمند خودشناسیه، نه شهود لحظه‌ای. عبارتی مثل به حرف دلت گوش کن یا هرچی احساس کردی همونه در روانشناسی مدرن نوعی تفکر هیجانی محسوب میشه و میتونه گمراه کننده باشه. بسیاری از احساساتی که ما اون رو خود واقعی مینامیم حاصل تحریف‌های شناختی، تروماهای حل نشده یا تعمیم‌های نادرسته. در واقع اغلب ما به چیزی احساس واقعی میگیم که صرفاً واکنشیه، نه حقیقت وجودی ما. بنابراین خودت باش قبل از هر چیز باید تبدیل شه به خودت رو بشناس و این شناخت اغلب دردناک، طولانی و نیازمند کمک حرفه‌ای. در آخر اگر بخوام بحث رو جمع بندی کنم باید بگم خودت باش جمله یا عبارتیه که با نیت خوب اما پیامدهای اغلب مخرب به کار میره. در روانشناسی عمیق ما انسان را موجودی در حال تغییر، پیچیده و اجتماعی میدونیم که خود بودن رو نه در بازگشت به یک گوهر اصیل درونی بلکه در حرکت مداوم به سوی خودی غنی‌تر، آگاهتر و مسئولتر پیدا میکنه. در نهایت ما نباید خود باشیم بلکه باید بهتر بشیم و این مسیر با خودشناسی، خودانتقادی و شجاعت مواجهه با تاریکی‌های درون شروع میشه، نه با تکرار یک جمله ساده انگارانه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون از همراهی شما.